با نام خدای توانا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان، امروز می‌خوایم درباره فینال جام فرانسه 2023 صحبت داشته باشیم و اینک می‌پردازیم به برنامه. در فینال دو تیم نانت شهر نانت و تولوز شهر تولوز با هم واخوردند. جام فوتبال فرانسه یک مسابقه همسالان برای باشگاه فوتبال فرانسه است که از سال 1918 میلادی تا این جانب دایر می‌گردد. در این مسابقه در دقیقه چهارم حساب گشوده شد. تیم فوتبال تولوز در دقیقه چهارم گل اولین را به دروازه نانت وارد کرد و همین طریق دوستان عزیز قسمت اولی بازی با حساب 4-0 به فایده تیم تولوز انجام یافت و قسمت دوم باشد دوستان هر دو تیم با دروازه یکدیگر یک توپی زدند و در جمع در آخری بازی حساب با حساب 5-1 به فایده تیم تولوز انجام یافت و همین طریق نگفته نماند تیم تولوز بعد از 66 سال جام فرانسه را با خود کسب کرد و در شهر تولوز باشد همین شبه که دایر میگشت فوتبال در مرکز شهر انیقتر در کپیتال 18,000 تماشابین جمع آمده بودند و در اکران‌های کلان این بازی را از طریق زنده تماشا میکردند و دوستان نگفته نماند فوتبال در میدانی شهر پاریس در استاد دی فرانس دایر گردید و هر دو طرف تمام مثلا مخلصان یا هواداران این تیم در اینجا جمع آمده بودند و خیلی هم فوتبال خاطرمان گذشت و بریم با هم تماشا کنیم فوتبال را از نزدیک.